چه سازی برای چه کودکی مناسبه. همونطور که میدونید همه بچه‌ها مثل هم نیستن. پر انرژی ها و یا گاهی هم پرخاشگرها. تمرین گروهی رو سازهای شبیه به طبل به کودک اجازه میده خشم و انرژی اضافه‌ش رو کنترل کنه و پرخاشگریش رو به طور معناداری کم کنه. کودکان مضطرب یا بسیار حساس. صدای پیانو، فلوت و آوای نرم هنگدرام ضربان قلب و حس اضطراب کودک رو کاهش میده و احساس امنیت القا میکنه. کودکان خلاق و یا خیال پرداز. سازهایی با امکان بداهه نوازی یا ترکیب صدا مثل کیبورد یا سنتور، ستار یا تار و حتی نرم افزارهای موسیقی کودک خلاق رو تو مسیر تولید ایده های جذاب قرار میده. کودکان کم تمرکز و یا بیش فعال ها. یادگیری تکنیک آرشه‌کشی یا انگشت‌گذاری دقیق روی گیتار عصب‌های مغز رو تحریک میکنه و عملکردهای اجرایی کودک رو بهبود میده. کودکان درونگرا و یا دارای اضطراب جدایی. آوای آرام فلوت، سازدهنی و کنترل تنفس در سازهای بادی سطح کورتیزول رو پایین میاره و بیان غیر کلامی احساسات رو در کودکان خجالتی آسون میکنه. ساز مناسب فقط انتخاب یک صدا نیست، بلکه زبان قلب کودک ماست. موسیقی یعنی آرامش، تمرکز و شادی.